هیچ صدای شنیده که چنین صدای مادر حضور باشد؟ یه بچه چنان بوده که بدرشتی کودکای همین بدفعله که در گهواره هیچ دورش خطر آده نمیتونه، یک بار الله که با زبان شیرینش میگه در دقیقه خوابش میبره. هیچ نوازنده، هیچ بلبل، هیچ نمیدونم مندلیب چنین مادر نوازشی زیبا کرده نمیتونه. صدای شیرین نداره. این صدای مادر فوق صداهای عالم است. با الله های شیرین من تو را خواب کردن، شبها خودش خنک خورد من تو را پوشاندن، گوش نشد من تو را سیر کردن، خواب کش من تو را خواب کردن. اکنون امروز پشتی من تو قوت گرفته است، جوان 17 و 18 و 20 و 25 ساله شدی، دنیا را دیدی. امروز از کی به ادبی را آموختن که بچه امروز پسوی پدر جا بزند؟